یه میان وعده عالی و بسیار خوشمزه. یه بار امتحانش کن، قول میدم عاشقش میشی. شیر رو با نشاسته ذرت، شکر، یه ذره نمک روی حرارت متوسط مداوم هم بزن. غلیظ که شد حرارت رو خاموشش کن. ته قالب رو چربش کن، مواد رو داخلش بریز. به مدت 4 تا 5 ساعت داخل یخچال بذار. حالا مطابق فیلم برش بزن. در ادامه نون تستو بردار، با وردنه قشنگ بازش کن. لبه هاشو برش بزن. از مخلوطی که داشتی داخلش بذار. حالا رولش کن. با زرده تخم مرغ به هم بچسبون. بعدش یکم اسپری روغن بزن. دمای فرم 180 درجه به مدت 20 دقیقه. به همین سادگی آماده شد. نوش جان.